خب سلام دوستان گلم، خوش آمد به یک ویدیو دیگه از کانال گیم فکت. لیتس گو. امروز میخوایم بریم برای پارت دوم دارک سولز ریمستر. داخل پارت قبل رفتیم کلی ماجراجویی کردیم، یک عدد اژدها کشتیم، یه باس فایت با سر یه باگ مرد. ببینید حتما ویدیو قبل. خب لیتس گو. حتما بچه ها کانال رو دنبال کنید، زنگوله رو که تو یوتیوب اگه میبینید فال بذارید، اگه تو آپارات میبینید که نداره فکر کنم همون نظری داشتید کامنت کنید، حتما لایک کنید ویدیو رو، دنبال یا همون سابسکرایب کنید، ممنون میشم. بریم برای گیم کانتینیو و لیتس گو. تایتانیک شارد. و دوباره میگم هرگز هرگز و هرگز لایک ویدیو نشه فراموش. یه چیزی هم میگفتم برق از بر بیشتر شد. خب بچه ما توی ویدیو کار زیاد داریم، مثلا به دو لک اگه نندازه خیلی خوبه. این در کار ما، این در که نیست بیشتر، این در شورتکات زیاد مهم نیست، جون نیست که بگیم کار ما تو این واسه این دره. این ویدیو ما باید بریم بالا. یا اینا هم بکشم. میگم من نیاز نیست چیز کنم، این آخه وان شاته درست. خوبه. آره دیگه وان شاته دیگه، نیاز نیست چیز کنم. خب چیکار باید میکردیم؟ باید بریم بالا فکر کنم. آره درست. چه کاری بود؟ میتونستم مثلا نیم ساعت مسیر خودم رو علکی نکنم دیگه، خب از سر بونفایر بود شد کار، نیاز نبود از اول برم اینجا. ها این باس فایت این منطقه اصلا خیلی باحال مرد. آخه خودم نفهمیدم چی شد مرد. افتاد فکر کنم، من افتادم بام افتاد دیگه. آره میریم جلو. شما اگه بچه دارید ویدیو رو میبینید لازم نیست مثل من اینجوری کنید، اما اول الان بهتون میگم این دره. شما از اون ور شورتکات بود، اون اجراه اون ورش نون بونفایر بود دیگه، شورتکات واسه اون دیگه با همون شورتکات میومدید بالا این ور. اما دیگه گفتم دمیج نکنم. خب اینجا از همون کلید استفاده کردم. اگه یادتون باشه توی پارت قبل گفتم این در به درد میخوره به کارشه. بعد کشتن اون دوتا اژدها کلید این در ما گرفتیم. خب الان ما باید بریم داخل چه سرزمینی؟ اگه گفتی آفریقا، بلایت تاون. اون اژدها رو که کشتیم، بذارید یکیشون تو داستانی هم بگم. ما دو اژدها رو که کشتیم رفتیم بل اویکنینگ اول رو زدیم. واسه که دوم بزنیم باید بریم تو پایین ترین نقطه کولگ رو بکشیم، به باس فایت جذاب بشن میرسیم، به زوری تو همین پارت میرسیم. و اینکه تا دارم میرم من بهتون توضیح میدم دیگه. قراره بریم داخل یه لند سمی، اسمش هم بلایت تاونه. خیلی چیزی سختیه، خودم سرش توی پلیتو اولم بارها بود. این شورتکات رو باز کنید، به دردتون میخوره دیگه. شورتکاته. من بیام پایین. اون بدوزمنت کی اگه بتونم تولید که سخت البته نه اینا خیلی درد سره. میبینید اصلا نمیشه دمیج زد بشه. مرد. اوه شت شد داشتی داد.
یعنی من تو کل پلی تورو تا اینجا همچین دشت قشنگی ندارم که یه دونه گرگ بکشی گرگا راحت بکشتنش. و ما قرار داخل این پارت به 2 عدد یک کوست حالا باید بریم انجامش بدیم. نه انجامش نمیدم چون به درد لید مجیک میخوره. آیتم مجیک میده. یه توان هیومنیتی خیلی به درد میخوره. یه دونه هم ضربه میزنیم به ایشون. تموم شد و چیزی اینجا نبود. خب ادامه میدیم مسیرمون رو. برای بچه داشتم میگفتم ما داخل این ویدیو به 2 عدد باس فایت میرسیم. یه دونه شون که همین گفتم کوئلگه. یه دونه دیگه شون میشه یه باس فایت که همین الان فکر کنم میرسیم بهش. همین الان اینا خیلی خطری ان بچه‌ها، حواستون بهشون باشه. یه ضربه میزنه شیلدتون بالا باشه بعد ایزی میشه کارتون. این که هیچ من نیست. اینجا هم حواستون باشه دوباره سر و کله اینا میرسه. میبینید بلادلاس میکنه خیلی وحشیه، حواستون باشه. من مجبورم فعلا برگردم عقب. اینجا اگه اجازه بده یه دونه شیل. خب خوبه. این سگه بکشم. آها خوبه. این سگه خیلی درد سر درست میکنه. این ضربه شیفت و آنیسی بزنه. خیلی بچه های من به قول خودمون تیفای دیگه چیزم. میریم جلو تا به یک باس فایت میرسیم بچه ها. یه باس فایتی که به نظر خیلی سخت، به نظر خودم زیاد باس فایت سختی نیست، فقط بعد بلغش رو بلد باشی. دقیقاً پشت این ما یه باس فایت داریم. این چیز چالشی تره به نظر یه سری نسبت به کوله. به نظر منم آره. خب فقط یه نکته داره، اینه که در جا بدوید برید بالا. بله نشد بشه. گیرم مونده. اشکال نداره. این باس فایت بود. کاپراد این باس فایت بود که خیلی درد سر داره. ما اصلا واسه ورود به سرزمین بلایت هم مجبوریم از اینجا عبور کنیم. چه کاری این همین من رو میریم از طریق شورتکات که باز کردیم مسیرمون میخوره. من اگه از این ور بله این دری بود که تو همین چند دقیقه پیش گفتم بیایید بازش کنید به در کنید. چون این باس فایت آسونی نیست. خوبه شانس آوردیم اینجا ها. خب دیگه اینجا لازم نیست درگیر بشیم. من میدونم چون دیگه نمیخوام دوباره برم و
اینجا درا بازه و توی دروازه بله گیر خیلی افتضاحه. نمیدونم چرا. میرسیم به باسفالت میرسیم. خب برای من دیگه میرم همونجور که میگفتم این باسفایت یه کوچولو دشواره. ما میایم بالا این سگاش هم بیشتر اذیت میکنن. یعنی من هر کیو دیدم زیاد به این باسفایت مرده سر همین سگاش مرده. اوکی خوبه ما اصل کارشو زدیم دیگه. الان کارمون راحت تره. همونجور که یه جون خاصی هم نداره. میریم بالا جونامون رو پر میکنیم و میستیم بیاد بالا. باسفایت واقعا چیزه. من خودم خیلی نمیدونم ولی خوشم میاد کنه از سبک مبارزش. توهن میکنیم 2 تا ضربه. بیاریدش بالا بچه ها. باسفایت رو بیارید بالا. هی از این پلا میرید بالا نکنیم راحت میشه. باید میستیم بیاد بالا. شیلدمونم ترجیحاً بالا. توهن 1 2 بله میبینید خیلی هم سنگین میزنه داداشون. اینجا دیگه ما ضربه نمیزنیم. 1 2 3 مرد. و اونا هم میان و یه کچه ممکن اصلا ما رو بکشن. کارمون رو سخت میکنه. اوه من نیومدم ما باید یه کاری کنیم. فکر نکنم بتونم برسم بهشون. نمیذارم. منظورم اینه مجدد به بالا میای. بدبختی چی آیتم نداریم بزنیمش از دور. یعنی نه تیر کمون تیر کنیم. خب خوبه. تا اینا اسکول بازی در میارم. من باید اینجا رو فرار کنم. خب اینجا رو برمیگردیم. از اینجا برمیگردیم به سرعت میریم بالا. الان اون دری که اونجا رفته بودیم سراغش توان هیومنیتی به اون دار. میخوایم بریم اونجا برات.
نه اینجا نبود، یادم نیست. یکشو باید فکر کنم، خوب یادم نیست. اوه شت، بد زدم. خب الان دوستان گلم قطع میکنم ویدیو رو بهتون، بد نیست. Book of the Jolt. اوکی. واو. بازی مثل همیشه بهتره نسخه اورجینال. داشت تو باید کرمونک تو بریزیم. ای دارکساز همینه بچه، فشار ما اینه نخوریم. فشار نخورید مهمه. اگه تو الرنینگ داشت چی میگی؟ الرنینگ بود که دیگه نیم ساعت باید وانستدی. ما برمیگردیم به فایرینگ شراین. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ یکی دیگه هم بزنیم تو فرق سر این آقا. بریم فایرینگ شراین که کار زیاده برای انجام. و هند کنید بچه ها اینجا رو حتما فراموش نکنید. اینجا اصلا خیلی این فایربوم داشت. خوبه فایربوم هم آیتم به درد بخوریه، یا بقولی به درد نخور حداقل دیگه نیست. بیا یه دونه پری کنیم بهش. میخوام پری کنم بچه اینو. اگر بله یک پری زیبا. احتمالا من برم سراغ یک مکان زیبا. فقط قبلش لول استوسفرستم رو دور میکنم. این هم باش حرف نزدیم اپیزود قبلی. میگم اپیزود داره دیگه. این اپیزود دومه، میشه اپیزود اول. با ایشون حرف نزدیم و شراوه دیگه زیاد مهم نیست. یه حرف زیاد مهمی نمیزد. و ما به ایشون کیست؟ کیه؟ این نمیشناسمش. میشناسم. یک عدد زره طلایی داره. این بچه ها ما لول استرسمون 2. اینجا دقیقا نکته بود که ما تو اپیزود قبلی باید میرفتیم سراغش ولی دیگه نشد. اون نکته چی بود؟ این کاراکتر لباس طلایی خوشگلو ما میرفتیم سراغش که ببینیمش اما نرفتیم، نشد. یادم رفت بریم سراغش. بس ما چیکار میکنیم؟ لباس زره و میگم زره شیلد و شمشیرمون رو در اینجوری همون جور که میزدیم ها، اینجوری حالش میدیم. چون این شمشیراشو ببین بخواید با این فایت بدید بسیار کار سخته. راحت میندازیدش، اصلا باش فایت ندید. 1000 تا سول هم بهتون میده، به درد میخوره. به محض اینکه کشید میاد بیرون کیوت بیاد. دوباره در و کانتینیو رو میزن. و اینجا ما میبینیم که یک آیتم بهمون داده. یک نه 2 آیتم. 5 عدد هیومنیتی. 5 عدد هیومنیتی بچه ها خیلیه ها.
کمش نگیرید، خیلیه واقعا. اگه هیومانیتیاتون تمام شه 5 تا میشه آرزو برد. و رینگ آف فبر که رینگ هم بهمون داد. بذار بریم بپوشیم ببینیم چیه. من که میدونم چه این چیه. نوشته بوست اچ پی، استامینا، لود، بریکس. این یکی از مهمترین رینگای بازیه که تا ته بازی من میپوشم اینو همیشه. تو واکتوروی که نمیذارم بعضی وقتا، ولی هر وقت بازی کردم تا ته اینو پوشیدم. و میبینید که نوار استامینا و نوار اچ پی مون رو یه لول اصلا آورده بالاتر. الان شما مقایسه کنید، اینو مقایسه کنید اصلا واقعا اینقدری که خالی، یعنی اینقدر اومد بالا ما نوار استامینا که اومد بالا ولی معلوم نیست، اما از نوار اچ پی میشه فهمید خیلی به قوی شدن ما کمک میکنه. خب چقدر هم زیباست این منظر، دود و آتش، واقعا شاهکار بچه. خب ما چیه؟ الان من یه لحظه بذارید فکر کنم. خب ما باید بریم کجا؟ پیش آندروید. قبلش میخوایم یه چند تا کار خفن بچه انجام بدیم. اول بریم شمشیر نیتو ارباب یا حالا خدای مردگان. گرفتن این شمشیر کار سختی نیست، یه کوچولو دردسر داره. دردسرش هم الان بهتون میگم چی کجا. اسپیو بعد که ما این رینگو گرفتیم خب نوارش بستم نه اومد بالا فول میکنیم. چرا این یه روشو کم کرده؟ ما میاییم پایین بدو یعنی اصلا وای نمیستیم. میگیرید از دست چپ همچین جایی هست که یه راه داره به سمت پایین، همینو میگیریم میاییم پایین. خب اینجا لند نیتوه، در آینده بهش میرسید. ما فقط اینجا بله لند خیلی اذیت کنی هم هست. ما قراره به زودی به این لند برسیم. در مورد داستان چرا ما به این یادم رفت سر فایل نیستم بسیم. این البته دیگه نیاز نیست بزنید دیگه، بدو فقط بیایید پایین برید. اگر از اینجا از دست چپ من اینو کشتم چون اذیتم میکنم. دوستان گلم میریم برای ادامه واکتورو. لیتس گو. ما باید بریم پیش آندره. نه نیاز نیست. خب داشتم میگفتم بریم که شمشیر نیتو رو بچه فعلا بگیریم. شمشیر خوب میخوام بگیرم، شمشیر بسیار بسیار قوی و عالی. راستی بچه اگه اول بازی ترجیحاً نیایید اینجا، چون
نوار استامیناتون یه کوچولو کوتاه، یه 2 دقیقه بدوید. 2 دقیقه که نه، 2 ثانیه بدوید درست. 2 ثانیه میدوید چه بدونم تمام میشه استامیناتون. خیلی دردسر داره. بعد اصلا ضرباتتون اگه مجبور شدید اینا رو بکشید که چیزم نیست، یا ترجیحاً نکشیدشون، سخت میشه کارتون. واسه همین پیشنهادم اینه اصلا اوایل بازی اینجا نه. این پایین نمیدونم، یادم نیست، فکر کنم این پایین، آره این پایین بود، دست چپ، آره یادم. میایم پایین از سمت چپ، دوباره مسیر هست، میایم یه دونه این ور، میزنیمشون. خب اینجا میشینیم ما. خیلی اینا قوی هم بچه ها، واسه اول بازی هم. واسه قراره چند وقت بعد دیگه بریم اینجا فایت بدیم با اینا. خوبه همشون رو کشیم. الان دیگه میشه لایتش کرد. بله ما همه اینا رو میکشیم، به سر بانفایر میشیم. لول هم نمیشه. حیف آجی، من باید یه لول بدم. یه دونه شون رو میترکونم. خب 400 لول اپ. دوباره بچه ها بدید به استرنگ. چرا؟ الان چرا شدتون نشون میدید. اینو میزنیم. خوبه؟ خب من اینو مستقیم بچه ها میدید. کسایی که بازی تموم کردن میدونن کی قراره ما برسیم اینجا، به چه علت باید برسیم. نیتو یکی از 4 تا پرایم باسه که باید بکشیم. بچه الان ها فعلا وقت پرایم باس کشتن نیست. ای وا داشتم میگفتم فعلا ها وقت پرایم باس کشتن نیست، ولی به زودی باید 4 یا 4 تا بود دیگه. استاف فیلر نیتو آره 4 تا بود دیگه. آره به زودی ما باید بیایم 4 تا پرایم باس بکشیم واسه اینکه بعدم بریم دیگه لورد آخر بازی رو بکشیم. واسه اینکه ما این کسی که باید بکشیمش نیتو یکی از این 4 تا پرایم باسه. البته فعلا نمیرسیم به پرایم باس. ما نکتهش چیه که این کارو بسیار آسون میکنه؟ ما از این ور یه دونه دش میدیم، زنده میمونیم. چرا؟ نه دیگه خب یه فال دمش قرار اصلا اون ور درستش این بود ما کلی دور بزنیم و اینا درد سر میشد و سخت میشد حسابی کار. چیکار میکنیم ما؟ مستقیم میدویم اینجا یه دونه انمی سرسخت و اینا ما اصلا نمیتونیم بزنیم، به فکر زدنش نکنیم. این آیتم ایز آف دیت رو برمیداریم، میپریم اینجا جلا نمیشه زرد میپریم. خب تمام شد. خیالتون راحت، فقط دوباره ضرب در یا ای رو نزنید داخل دستتون، در میاید باید فایت بدید. دسته رو اصلا ولش کن. چند دقیقه با هم نیستیم. خب خوبه. فکر کنم باید به عنوان حالا می اومدیم اینجا. نمیدونم خب الان یکی داره میاد. کیه؟ باز الان الان ما تو مقبره اول شخص شده. نیتو دیدید سرش رو، سر نیتو بود، کسی که به زودی قراره بهش برسه. خب ما الان اومدیم Tomb of the Giant. دقیقا همینجا ما با نیتو ارباب مردگان نیتو قراره باش همینجا ما فایت کنیم.
میایم جلوتر و نیتو اگر نیتو پرایم باس نیست ما باید بکشیم. بله درسته همینجا هم میکشیمش. اما ما میایم اینتر کاوننت جوینر کاوننتش میشیم. 2 تا به ما سلا داد. گریو لورد سورد، میراکل گریو لورد سورد. ما میراکلش کاری نداریم. آفر اضافه دیت هم نمیخواد آفر چیزی کنیم بشین واسه گیم پلاسه. الان ما ببینیم چه شمشیری به اون داد. گریو سوردش بچه فوق‌العاده قویه. یه چی الان هرچه فعلا باید توهند ازش استفاده کنیم. من با همین سلاح بود که دارک سولز 1 رو تمام کردم. واقعا سلاح خوبیه. حتما بیاید برش دارید. ما میتونیم آره دیگه برگردیم ببینم آیتم. آره دیگه بعد میایم اینجا دوباره میشینیم تا این آقای نیتو بیاد سراغ. خب الان ما شمشیر نیتو رو داریم. لیتس گو. اوه شت اومد. ولی بچه هنوز با اون ای دستم خود هیومنیتی یوز کرد. یک دو ای بابا دستم داره میخوره به هیومنیتی ها. اجباری به زدنش نیست. ولی حالا من ترجیحاً سعی یه تلاشی بکنم دیگه. اصلا نمیذاره بعد بزنیدش خوبه. یه دونه شمشیر میکنیم داخل شکمش. دوباره اینی که نزدیکش خیلی این ضرباتش قویه. دوباره پر میکنیم. Let's go. یه آردو میزنیم. بله اصلا این ضرباتش ظاهراً باگه. یه آردو میزنیم. همینجوری اگه باش فایت بدیم اینجا رو بچه ها. من اینجا دوباره بله متاسفانه بچسبید به دست راستش. خوبه بدون هیومنیتی دیگه حیفه دیگه این همه جونش رو کم کردی. مردیم. اشکال نداره هیچ اشکالی نداره. خب براش من برمیگردم فایلینگ شراین. ای خدا اشکال نداره.
خب برای بش ما از این پلا دیگه میدونم. خب دوستان گلم و گرامی، ما برگشتیم به فایرینگ شراین. خوبه، بسیار خوبه. با شمشیر نیتو، یکی از کرایم باس ها که لوش بزنیمش نمیخواد. این الان دیگه ساده است دیگه، واقعا قدرتمند این شمشیر نیتو که حالا فعلا دست ماست، ولی ترجیحاً چیکار میکنیم ما اصلا بلش کن اینجوری همچه حالتهایی میریم جلو فقط میریم پیش امانته. برای باشگه اینجا حرفی نیست من بخوام زیاد بزنم، ولی به نظر من فعلا از همون شمشیر قویتون استفاده کنیم، دارک سور، چون به درد نمیخوره حقیقتا بخواید واسه خوبه. حالا اینجا رو بچه ها یادم اصلا برای بچه اتفاقی که افتاده اینه ما قاطی باتی کردیم، رفتیم دیمن یه باسی یک فردی که باید یه جای دیگه بازی میزدیم و زدیم و اصلا اشتباه شد. یعنی من الان اون کسی که باید دیرتر میزدم زودتر زدم، خیلی زود رفتم سراغش و ویدیوش حالا هست الان بهتون نشون میدم. همین الان احتمالا تو مسیر رسیدن به آندره پریش واسه تو میذارم ویدیو کشتنش رو.
از اینجا بچه فکر کنم دیگه ویدیوش تموم بشه دیگه. آره از اینجا میریم بالا. من اشتباهی که کردم از شورتکات ها استفاده نمی کنم. چرا؟ اینجا که این پالوشیدی دارم ولشون کنید. من اصلا فرار میکنم اینا زیاد بشن الان و دهن من آسفالت میکنم. از این سمت فقط همون جور که داشتیم میزدیم بریم مستقیم میریم. آره ما رسیدیم به آندد پریش. خب استوسپلاسکامون ده شد. من یه فکر کنم خب برابچ بریم واسه ادامه. کارمه تو دوار کاری به کار این جایی که مستقیم رو برمونه هم کار داریم باشه و به زودی میرسیم بهش. یه پیش آنجا مودیفای که نداریم فعلا. ما شانسیمون نیاز به دیمن تایتانیک داره. ما سلاح نیتو رو که گرفته بودیم میذاریم تو دستام و خب ایشون یه باس فایت خیلی قویه. باس فایت نیست، یه چی بهش میگن، یه دونه یه الیسما ببره بچه. الیسما به نسبت قوی هم هست. حواستون بهش نباشه حسابی اذیت میکنه. میبینید این دومش هم اصلا خیلی خب ما مستقیم مسیر رو میریم بزنیمش دیگه. الیتما به حیف نزنیم. بچه این بچسبید به دست راستش، هیچ کاری بد نمی‌کنه. البته نه دیگه هیچ کاری، اما خب نقطه ضعفشه دیگه. این بچه یکیشون از اونی که جلوترمون بود پیش نیتو، همون که جایی که رفتیم این سلاح گرفتیم، یه دونه دیگه از اینا بود ولی این به نسبت ضعیف‌ترم. خب ما الان توی این تایمی که داریم استوسپلاسک استفاده میکنیم. نخوردش اشکالی نداره. من میچستم به دست راست و بود یه دمیج سنگین. اگه تونستیم که اصلا بپوشیم نهاش. بعد تو عقب برمیگردیم عقب. مرد. ایزی پیزی لاماس پیزی. اشتباه گفتم ولی دیمن تایتانیک داد. ما چرا اینو کشیم؟ مثلا یکی از اصلی ترین علتاش برای بچه دیمن تایتانیک داشت که ما بیان همین اول کاری
سورد چی دارم؟ نمیدونم رو دارم بزنم چند کار میدونم یک کار دو کار دیگه هنوز نیاز داریم اشکال نداره. خب بریم جلو. ممنون میشم بچه اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما یه لایک بزنید، یه لایک حداقل بزنید دیگه. یه لایک دیگه چیزی نیست. حقیقتا هم اگه از این محتوا خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید. اشتباه شد. وان شات دوباره ایزی. اینجا رو اصلا با دارک سورد نیایید، خیلی افتضاح بد دمیج میده. اینجور بهتون بگم نیایید اصلا. اینجا میریم بالا دست راست. فکر کنم اینجا آره. اینجا کار که نداریم. خوبه. سر بزنیم پایین از این دارک بیتره. اینا رو بکشید بچه آیتم های افتها میاد. بالین تارکنیک چانک و اینا رو به درد میخوره رو داره. این یه آیتم هیچ یه نایت هالورداری اینجا بود. هرچند الان نمیبینمش ولی خوبه. مستقیم بچه ها رامون ادامه میدیم. اینجا واقعا منظره زیبایی هم داریم. آره اونورم چیه؟ حالا اینجا نیومده بودیم. چیز بار دارم اصلا اینا رو ولشون کنید بچه. فرار کنید. اینا یه رو قوی هم و آسفالت هم. آسفالت میکنم اینجا بریم. در یوزد مستر دوباره ما با مستر کی که اول بازی برداشته بودیم یه در دیگه هم باز بود. همینجور که میگه واقعا محیط بازی شاهکاره. همه جا رو به هم وصل کرده. اگه من بتونم اینا رو بکشم مزاحمم نشم. اصلا جوری ساختم که اینجا نگه. تو بیا. ایزی هم فقط حواستون باید به دمیجش باشه. و برمیگردیم براش برگشتم. هرچند بچه ها استان گلم نمیدونم چه اینقدر ساکت شدم. جو بازی ساکت میکنم. انگار یه نفر به تو آروم باش هیچ حرفی نزن همچه حس حال یا بکنی. یه به سلاح هست داخل بازی به نام بلک نایت هالبر. یه شوالیه های خاصی این بلک نایت هالبر رو دارن.
دنبالش کنم ولی دیگه نتونستم بگیرمش. اشکال نداره. خب اینجا فقط نکتهش این مخواستم این یارو این زیر بود بکشم. دکتر ماسکلان ما مستقیم به راهمون ادامه میدیم. دوباره متاسفانه مجددا باید بگم دوباره به اینا میرسیم. داخلش این دونه گرگه به نام سیف، اونو باید بکشیم واسه رسیدن به یه پرایم باس به نام فورکی. حالا بعدا میرسیم بشه. ما خب اینجا باید میریم مستقیم، اما بچه این لند در این صورت بونفایر نداره. اما ما سخت میشه بدون بونفایر چیکار میکنیم؟ اینجا در مخفیه، یک بونفایر بود، روشنش میکنیم ولی نمیشینیم اینا زنده بشن که بزن. یا نه چرا نشینیم؟ میشیم یه دونه آدم میزاد بشیم، شکل آدم به خود بگیریم. کار دارم. سورس حالا چرا من از حالای خودم رو در میارم برای بچه که آدمیم، الان ما هیومنیم، حالا نیستیم هیومنیم. خب اوکی. تا اینجا رو داشته باشید مستقیم میریم. اینجا دوباره یه تلس بچه ها، حواستون باشه اینا رو که تو اگه شما اینو بردارید اینا یهویی همشون با سر کله‌شون پیدا میشه و یک وضعیت بد میشه. این آیتم زمین ترجمه که میدونستید دیگه همشون رو میکشیم، کار خودمون رو میاد. اینجا ما به یه باس فایت برمیخوریم. اینجا که نه، حالا یکی جلوتره. این خیلی آسونم بچه زدنشون. البته با این شمشیر که ما داریم ها ممکنه سخت‌تر باشن، اما با این شمشیر ایزی میزنیم، ایزی. خب اینا رو ما تا اینا نیومدن اینا رو میکشیم چون اینا اذیت میکنن. خب خوبه اینم کشتیم. شیشه خوبه، سوال خوبی هم داریم میکنیم. اینا رو دوباره ما تا پا نشده میزنیم. خیلی راحت همشون رو میکشید. اختیاریه، میتونید نکشید فست ران کنید. من ترجیح میدم بکشم چون حالا که اینقدر دیگه قویم شمشیر نیپو رو داریم کار راحتیه کشتنشون. راحت حالا که ما شمشیر نیپو رو داریم راحت میکشیم. یه سول خوبی هم بر بدن بزنیم. یه سول خوبی داشتن گفتم بر بدن بزنیم. اگه همه اینا رو بکشید یه اسکان گریت سورد هم میده ولی به دردتون میخوره. دوباره ببخشید بگم یه سول خوب بر بدن بزنیم چون که نه از محیط بازی هم بیشتر و بیشتر لذت ببریم. دیگه کسی نیست اینجا. از همین که دیگه بیشتر وقتی تو بگردی جا رو از این لند زیبا نهایت لذت رو ببریم. اینجا ما یه دونه اسپانر داریم. حتما لازم نیست باس روبرومون یه باس فایت بسیار آسونه، اجباری نیست اینو اسپان ای الان میمیرم ها.
بابا چرا اینقدر من دارم ضعیف بازی میکنم آجی؟ اینا راحت میزنی. خب حالا ما با این ویچو با خودمون میاریم. بیا بالا بینش. لازم نیست، گفتم سامن کردنش اجباری نیست. یه باس فایت بسیار زیبا و آسون داریم روبرو. لازم نیست سامن کنه. من واسه اینکه دیگه فرست ترای بزنمش از زیاد حوصله‌ام هم سر نره پای مردمش سامنش کنم. آقا باس فایت ما ایشونه. چیه بچه ها؟ این یک باس فایت خب این که هیچ میدونستیم داشت. اینجوری که میگه خسته نباشه گفتیم. سیستم فایتینگش اینجوره. این هی به سمت شما جادو پرت میکنه. چجور میتونیم ما از دست ایشون جون سالم به در ببریم؟ این باس فایت آسونه ها. نگاه کن اسپانر که با خودتون بیارید بوم. من یعنی نمیدونستم. من آخرین بار که این بازی انجام دادم بدون اسپانر شما باید وایسید. حالا اگه اسپانر ندارید ایشون هی میاد جادو پرت میکنه، بعد چند دقیقه میاد پایین میشینه شما میزنید. حالا اگر اسپانر که بذارید دیگه به شدت ایزیه. بیلد ماجیک هم بازی کنید که دوباره واسه کنید. این باس فایت آسونه. اصلا کلا باس فایت ساخته نشده واسه سختی. میریم بالا و به ما یک عدد آیتم مهم و باحال میده. اون آیتم چیه؟ اگه گفتی 2 تا کلید واچ تاور به زومکی و دیمن امبر. حالا این امبره با هواردون. آره این هواردون اگه گفتید برای چی داد؟ کار خودتون آسون باشه. اگه بلد نبودید که برمیگشتید فاینینگ شراین نیاز نبود. اما با که نشستید یه راه مسیر کوتاهی دوباره باید برید. شما نیازی هم نیست بشینید. همون اول خودتون رو انسان میکنید دیگه دردسره نشستن و نه دیگه درجه برمیگردید همون فایتش. ولی حتما بازش کنید چیزو این مسیر رو. بچه ما شمشیر بهتر تو بازی داریم. یعنی به نظر مثلا ضرورتی نبود با چیزو برداریم. هرچند ممکن بود نکنیم نرسه که بتونیم اونا رو برداریم. ولی خب دیگه اشکال نداره. لفت از این برم که نیست باید اصلا مسیرمون مستقیم میریم. و بچه ها دادن این باسپورت خیلی کمک میکنه به شما داخل قوی شدن. درسته قوی شدن به نظر من حتی میتونید اصلا قبل اینکه برید اون مژده رو بزنید داخل مسیر دیگه یه لحظه بیاد اینو بزنید قوی کنید به شکارتون رو بعد برید اجرا. اینم میشه. ولی چرا نمیکنم من این کارو؟ چون در این مراتب اصلا بازی ساخته واسه که اول اجراها رو با نیست. ما یه دونه دیون امبر داریم بهش میدیم. الان که ما یه لول میتونیم اضافه کنیم به سوردمون اضافه کنیم. چرا که این نمونه میتونیم بیاریم لولش بالا کنیم ولی نمیکنیم. کار رو انجام میدیم. لول اپ میکنیم. اسپلنزمون رو 24 میکنیم. چرا؟ که الان دیگه با شیلد هم بشه از این سلاح استفاده کرد و به شدت به قدرتش مجددا اضافه. ما از طریق همین شورتکاتی که باز کرده بودیم پایین برمی‌گردیم.
خوشگل است که نسبت 2 داریم. خوبه. راستی بچه من اصلا یادم رفت خیلی وقت تو الان که اپیزود 2 با اینا اصلا حرف نزدم. شما اگه واسه بار اول بیاید فقط ایشونه، اینو میبینید که باید باش حرف بزنید. یه کوچولو دیگه باش حرف بزنید بالاخره وا میده و میتونید عضو کاوننتش بشید. اینتر کاوننت خوبه، میتونید جوین کاوننتش بشید، چیز بدی نداره. لرن کاستو اوکی باش آیتم ماجیک های باحالی هم میفروشه بهتون. تالیسمان واقعا نمیشه دارک سولز یکم تالیسمان داره. خب اینا هم که دیگه سربازاشن میتونیم اینو بکشیم ولی نباید بکشیم. نکشید اصلا، چرا بکشید؟ خب به شدت ما الان اوکی وزنمون. حالا چیکار اگه گفتید که من این بونفایر رو چیکار کنیم اگه گفتید؟ فکر کنم دیگه واسه این اپیزود بس باشه. میتونیم بچه میتونیم یه کاری کنیم، بریم با سول ایشون یک عدد چیز بسازیم، یه دونه شمشیر یا سلاحش رو بسازیم. ما چون اهل تروفی بچه البته اگه واسه تروفی میخواد بازی کنید باید این کار انجام. این نیست بگید من نیاز ندارم به این کار، حتما باید انجام بدید. خب سوال زیاد چیکار کنیم حالا؟ فعلا میکنم واسه این پارت بس. میبینمتون بچه ها حتما این ویدیو. اگه از ویدیو خوشتون من لایک کنید. فعلا تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.